سنم داغن تو چی کار کردی؟ سنم سنم چشمت رو کشو سنم چشمت رو کشو سنم. توبه این به وزن گناه جواب دادن است. اگر فهمی که گناه کردی دری توبه باز می شود. نفس این حاکمی گناه است. شیطان بهانه‌اش را یافت. شیطان بهانه‌اش را پیدا کرد. اکنون انسان گناهگاری کلان می شود. سنم شکر خدا زنده است. تو را نجات می دهم سنم. کمی طاقت کن. خود را از دست نده. سنم طاقت کن. طاقت کن سنم. طاقت کن. ایستا سنم. طاقت کن. توبه کردن کاری مرد است. لیکن افسوس که در بعضی ها از این مردی اثری هم نمانده است. در این توبه هیچگاه بسته نمی شود. لیکن نه هر مرد از آن در عبور کرده می تواند. طاقت کن سنم. همه‌اش خوب می شود. تو را نجات می دهم سنم طاقت کن. طاقت کن سنم. ایستا خدایا این دختر اومد کو؟ حیف که انسان به دروغ پیچید. آه انسانی بیچاره. آخر دری توبه همیشه برای تو باز بود. اما صد افسوس که تو روحت را به اهریمن سپاریدی. تو یک کسی بودی که قدر داشتی. در بازار نفس خود را ارزان فروختی. کسی که بر ضرر خود راه انتخاب میکند با او هیچ کار کرده نمیشه. زود به من یوری رسولید. زودتر. اویستا. زودتر باشه. بدرون به حجره جراحی. اویستا زودتر باشه. زودتر. فهمیدم. اویستا. زودتر. خدایا مدد کن. زودتر. با او چی شد؟ آقای عمر به دستتان چی شد؟ از من مهم نیست. احوال سنم وزین است. زود باید جراحی کنید. لیکن با این دستتان جراحی کردن نمیتوانید. دیگر چاره نداریم خانم یاسمن. در بیمارخانه الحال دکتری جراحی میکردگی فقط من هستم. باوری دارید آقای عمر؟ میگوید که چی حادثه شد؟ داغن عدلی سنم را پراند. او را دستگیر کنید که نگریزد. فهمو زود گفتگو رو سر میکن. خانم سرما رو جیغ زنید. آخر خانم سرما جراح نیستن. مایل شمشیر جیغ زنید. زودتر رویا. مایلش جیغ میزنم. یک لحظه. کی بودن بیمار رو نگویید. و باز درباره من هم چیزی نگویید. خوب شده است آقای دکتر. به من گوش کن. اینها از حد گذروندن. زود به خانه می آیند. مادر جان چی ضرر دارند؟
آمدن گیرند. این چکل گپ زدن از سعیده. شد مادر جان شد. خدایا چرا این دخترانم گپی مرا گوش نمیکنند؟ تا با عقل میشوند که سری من سفید میشود. تلفن زنگ میزند. گوشک را هم من بردارم. الو فردوس؟ خدایا راستی تو هستی؟ چند سال باز در کجا بودی؟ به خدا فکر کردم که مرده ای. چی؟ میایی؟ البته بیا. خدایا دوهن خیلی خرسند می شود. اپا هیچ باورم نمیواد که اکای عمر این کارو کرده است. چرا این کارو کرده است؟ به فکر من سعیده التماس این مسئله محکم شد. فهمو؟ دخترها کمی پیش کی زنگ زده بود میدونید؟ مادری داغن. با خدا راست میگویم پگاه به محله میآید. سرما وقتی که بای از اینجا رفته بود تو هنوز مایده بودی. سعیده نو تولد شده بود. با داغن حالو نگوید. میلش مادر جان. سرما دخترم تو هم نگوی. میلش مادر جان. داغن 20 سال باز مادرش رو ندیده است. عجیب او مادرش رو میشناخته باشد. الو فهمو حاضر میایم. دخترم با کجا میروی؟ حاضر اومدی؟ از بیمارخانه زنگ زدند. یک بیماری وزنین زخمش وزنین بوده است. باید روم. ایستا ملخک ایستا وقتش را یافتید. ایستا مرا با ماشین سوار کن. این خیلی نگاه نکن. ای کن توبه استغفرالله. خب که تو را دیدم خیلی خسته شدم. ملخک ظالم. یک بار پریدی، دو بار پریدی، در آخر نگاه کن که خود را چخل به آتش پرتافتی. میدانی در خوردی هم همین طرف بودی. راست خیلی نگاهی تیز داشتی. خرد بودی و مثل کلان سالان رفتار میکردی. از سین سالت کلانتر مینمودی. در همان وقتا به عقلت خیلی باوری داشتی. خودم میگفتم خدایا این بچه را از عقل خودش حمایت کن. این امتحانی عقل است که تو از آن امتحان گذشتن نتوانستی. فهمیدی پرنده دم بریده؟ گوش کنید امک، به من این خیلی نامهای عجایب ماندن رو بس کنید. این یک. دوم این که اگر عقل باشد، اگر عقل رو کار فرمایی، هر چی که خواهی میکنی. در اینجا چی هست میفهمید؟ شما را در اتاق جراحی انتظارند. در حجره جراحی؟ آقای عمر کجاست؟ برای چی مرا جیغ زدید؟ با تو احتیاج دارم سرما. التماس آقای عمر. سرما نی، خانم سرما. خانم سرما، من تنها جراحی کردن نمیتوانم. به فکر میدونید که من جراح نیستم آقای عمر. میدونم لیکن مجبورم. با این دست جراحی کردن نمیتوانم. لیکن به شما میفهمانم شما میکنید. اگر این کار رو نکنیم بیمار رو از دست دادنمون ممکن است. بیمار کجاست؟ در داخل. تو هم به من گوش کن. پرنده به کاری حرام همراه شده. تو حکایت شیطان رو میدونی ها؟ اول در جنت بود، هم باز در بین فرشته ها میگشت. در یک جای خوب بود، خیلی با عقل. لیکن یک روز مولای قادر پدرمان حضرت آدم علیه السلام را زخمدار کرد. کارها عوض شد. انا همون وقت امتحان شیطان سر شد. خودش را دوست داشت، خودش را گرفت، نفسش را گوش کرد. در چشم بود، خود را از چشم بیرون فکر میکرد. یک امر آمد که به آدم سجده میکنی. امر آهن را میبرد، لیکن یک روی شیطان را نبرید. هر یک امر یک چیز دارد. اطاعت کنی سربلند میشوی، اطاعت نکنی نابود شده میروی. وقتی که شیطان این امتحانها را بایداد، فهمید که بایداد چی کار کرد در این وقت؟ با خود بهانه ها بافت.
من از آتش، آدم باشد از خاک، چه خیلی من به او سجده میکنم گفت. شیطان هر بهانه میکافت که به آدم سجده نکند، لیکن بهانه پیدا نشد. شیطان حیران ماند، زار رو حیران ماند. به من بگو آخر مگر هر دو مخلوق خداوند نیستن؟ بگو مخلوق خداوند نیستن مگر؟ در ملکی کی به کی سر میبرداری؟ آی به عقل شیطان. گوش کنید امک، باز یک بار دیگر مرا سبحان الله. به ظالم مهلت میدهند لیکن هیچ وقت سرش را خالی نمیگذارند. پرنده ایلنگ. به من نگاه کن، اینقدر گناه کرده همه وقت بهانه کردی. نمیبینی ظلمی کرده از حد گذشت؟ تنها یک جای امتحان ماند. میبینم که فهمیده ایستاده، من هم قبل میزنم. درم اینجا ایستاد، من باید فرایم. مایلش به من هیچ چیز نمیشود. این دنیا دنیای آدمانی بد است. روید مرا ندارید. سراسیمه هستم. به من گوش کن ملخک، تو میدانی که فقط حق یک بار پریدن داری. این را فراموش نکن. هنوز داری توبه بسته نشده است. عقلت را به سرت گیر. چه شد ملخک؟ با کجا؟ آخر هنوز داری توبه بسته نشده است. سانم داغم پروند. احوالش خیلی وزنین است. داغم پروند. خدایا باز در وقتی. چی گفتی سرما؟ نه هیچ. به این طرف، من با آن طرف. محمود میگیرید؟ گپ میزنید آقای عمر؟ اول باید در هیجانم باشی. من خوبم. باید آرام باشی. یک خطای خرد میتواند بیمار را نابود کند. من چی کار کردنم را میدانم آقای عمر. در یاد داری؟ در دانشگاه به یک جراحی در آمده بودیم. استاد گفته بود که بچه ها اول باید به خود باوری داشته باشید. همان روز رو به یادت بیار. اینجا جای خاطره ها رو به یاد آوردن نیست آقای عمر، فهمیدید؟ بله، اول باید تیر رو براریم. تو کی هستی؟ صدایت رو نبرار، آرام باش وگرنه. احتیاط کن. حاضر با دقت باش. شوده ایستاده است. نشتر رو به دستت گیر. با دقت باش. خونریزی را دقت کن. جای خون ریخته را با پخته تازه کن. احتیاط باش. با دقت باش. خودت را گم نکن.
با دقت باش سرما، با دقت باش، احتیاط کن. رگش را بریدی سرما. سرما زودتر رگ را دار. زودتر. مرحمت. نبضش گم شده ایستاده است. شد خون را من کنید زودتر. رگی بریده را با قیچی دارید. کار کنید که خون بسیار نریزد. حالتش بهتر شد. به من کمک، من نمیتوانم. به فکرم در همین جایها پنهان است. در راه شاید پلیس. در راه شاید. باز یگان به عقلی نکنی فهمه؟ در راه شاید میگویم. شاید پلیس. شما بخیر. خدا ببخشید که شما رو ناراحت کردیم. یک گریزه رو میکوبیم. به این طرف اومده بود. و اینجا هیچ کس نامده است؟ ندیدم؟ تشکر زیاد خاله جان. ببخشید. دیگر نمیتوانم آقای عمر. نمیتوانید خانم سرما. حیات سنم در دست شما است. او را نجات دهید. با سنم خانه دار شدید. به خود آید خانم سرما. خود را به دست گیرید. ما او را نجات داده میتوانیم. ببخش. کمی هوا دهید. خون را من کنید. همشیره نبضش چقدر است؟ نبضش معتدل می شود. خدایا به من کمک کن. با فکرم باز پلیس آمدن. گمشان کن. خانم نرمین شما بخیر. اما که هاشم بلی چی کار دارم؟ ببخشید شما را نصف شب ناراحت کردم. برای امضا آمدم. حجت ها را آوردم. در برم است. نرمین خانم یگان اشکال دارید؟ وای آقای هاشم پگاه بیایید. حاضر نمی شود. چرا؟ وای یک بار دیگر فکر میکنم. لیکن وای آدم گفت که اگر این کار تا پگاه نشود دست میکشم. خیلی که میگوین کاری امروز را به فردا نگذار. آقای هاشم پگاه بیایید. پگاه. خدایا مایلش پگاه میایم. سحر بر وقت در اینجا میشوم. چی شد تنجی؟ به فکرم خبر ندارد. حالا چیزی نمیگویم. آقای هاشم یک نفر گناهگار رو گفته شده. در همین جایها پنهان شده است. یگان نفری خطرناک؟ نه خاطر نشوید. این خیلی باشد با شما برای کار. تشکر. اکنون کجا رو میبینیم؟ بیا نه اون کوچه رو بینیم. با تک زمین ندارآمده است کو. باید در همین جایها پنهان شده باشد. لیکن در کجا؟ یک دی است نزدم یک طرفی است. شوهرم اومد. از نظر یک طرفی است. چرا این خیلی نگاه میکنی؟ باز از من حساب میپرسی؟ شد بیسرم از جبری تو برآمده رفت. رو دایم ناراحت میکردی. زده عذاب دادی. تو چی؟ برزیدی شوهرت گم میگردانی. میکشم تو رو لعنتی. اگر خواهم بیسرت رو میکشم. لعنتی. منم تو. از اینجا دست رو بیرونی. فهمیدی؟
این خونه حتی کسی شاید نماند. دف شو! جواد! لعنتی! سرده! سرده او را! سرده مادرم را! سرده! سرده! سرده او را! نزن! نزن! مادرم را نزن! نزن! نزن گفتم! نزن! حیوان! حیوان! البته موفق میشوید خانم سرما. انا تمام شد. تبریک میکنم. وظیفه هم آقای عمر. خدا به هم اکنون رسم رو بامد. دیگر این نامرد به تو نمیرسد. من از اینجا میروم. پلیس ها رفتم به فکرم. ها پاپا، با تو باز یک خوبی میکنم. باز زمینت رو نفروشی. تو را آگاه میکنم. اما که هاشمم یک قلاب است. از من به تو نصیحت. سرما 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 خانم سرما، چیزی گفتن میخواید آقای عمر؟ شما رو گوش میکنم. تشکری زیاد. جراحی خیلی خوب گذشت. بله، احوال همسرتون خیلی وزنین است. بهترش در نزدیک باشید. خدایا این سرما چرا دیر کرد؟ حمزه نگاه کن ساعت چند شد؟ کارش بسیار بودگیز. یک دم شین. انا اومد. دوغان به خانه درو پسرم. نه ینگه نمیدرایم. سراسیمم ینگه حلیمه. من سنم را پروندم. به فکرم گهان شد. او را پروندن نمیخواستم. پلیس در همه جای مرا میکاوم. خدای توبه، چرا تو این کار رو کردی؟ تو هم وقتش رو یافتی. سراسیمم ینگه پولم را دهید. از اینجا میروم. به من پول لازم. پولی که به شما دادم پس دهید. میدهم پسرم، میدهم. حاضر به تو چیکار اگر تو نگفتم. هیچ کس نیست حمزه. آمدن این سرما را انتظارم. سرما پیرو شو. مادر جان، در نزدیک کی آمدن تو رو انتظارم. خواطر شدم که چرا دیر کردی دخترم. دوغان سنم رو پروند است. حاضر جراحی کرده تیر رو برآوردیم. دنیا همین خیل است. گیرد به این خیل آدم ها نسوزد. کنی به خونه درو. کنی زودتر درو. دوغان میدونی چی؟ مادرت میآید. مادرم؟ ها مادری تو رو خیلی یاد کرده است. اگر سر در همینجا میشود. مادری من؟ ها مادر، من اینها رو برای دخترم کردم. به همه چیز چشمم رو پوشیدم. چی اکنون نبرم؟ تقویم باز یکون چیز نگویند. توی دخترم برپا نگشت. حدی اقل اینها رو برده به او دیهم. اوه دخترم سنا. اوه سنا. کاشکی اینها رو با توی دبدبه می برده. اینها رو سنم با دستانی خود بافته است.
دختری من خیلی با هنر است، خیلی با هنر، میفهمی؟ با هنر. من جواب میدهم. لبای علیا، دخترم چی شد؟ سنم در بیرمورخانه در زیر نظارت است. دوغن سنم رو پرونده است ینگه جان. یا خدایا، این چی بود که به سرمون اومد؟ یا خدا، دخترم سنم. دخترم تو با بچه ها باش، من زود روم. سنم، آه دخترم، آه دخترم. نفهمیدم وای زن امضا نکرد. پاگو باز یک بار دیگر میروید پدر؟ این کار رو حل میکردیم. صدیقه نصف شب کجا میروی؟ وقتی گبزنیت رو یافته داغن دخترم رو پرونده سنم در بیمارخانه جان میدهد. پدر ما نمیرویم مگر؟ من دختر ندارم فکرت. دختری من که ها مرده است. دخترم عمر، دخترم در کجاست؟ دخترم سنم در کجاست؟ او رو دیدن میخواد. янгаи сидиқа ҳозир ӯро дида наметавонем. احوالش چی خیلی است؟ خوب است یا نه؟ عمر گپ زد. سنم خوب نیست مگر؟ иншолло хуб мешавад. аз зери назорат баромаданашро интизорем. дуо кунем наҷот меёбад. ҳозир ғайр аз интизор шудан дигар чора надорем. این داغنی دیوانه معلوم بود که با دختری من این کارو میکنه. доған маро паррондан хост, лекин санам пешамро гирифт. چرا زود خبر ندادید پسرم؟ چرا؟ میگویم نه نمیشود. رفتن میتوانم لیکن سانا زود باش فکرت، زودتر. بابا جان سراسیم هستم دخترم. با نزدی امای سنم نمی روید؟ نرگس وقت ندارم. امای سنم خیلی بیمار است بابا جان. رفتیم فکرت. رو بازی کن دخترم، رو بیا. آمدم پدر، فقط شما سراسیمه نشوید. را کرده. نرگس شد گیره نکن نرگس. بس نرمی خانم، گریدو امضا کنید و کار تموم. از این کار دست کشیدم. من زمینم رو نمیفروشم. چخیل نمیفروشید؟ با من وعده دادید امضا میکنم، گفتید با آدم ها گپ زدم حل شد. چرا دست کشیدید؟ دوغن گفتید؟ گفت که شما دروغگو هستید. زمین رو به همه که موشیم نفروشید. گفت من هم نمیفروشم. دوغن مادر جان، هیچ کس ندید.
نگاه کن با تو صبحونه آوردم و فکرم خیلی گرسنه موندی. اوه ینگه حلیمه راست میگویید امروز مادرم میآید همین طور نه؟ خدای توبه چرا با تو دروغ گویم پسرم؟ به خدا اومده ایستاده است به من زنگ زد کمی پس در اینجا میشود. آمد زود به نزد تو میآورم. مادرم میآید. حلیمه حمزه مرا جیغ میزند در اینجا بودنت رو نفهمد. همه میدونن که سنم رو پروندی. هنوز نمرده است در بیمارخانه خوابیده است. احوالش خوب نیست. خیر من رفتم. ینگه تشکر. اوش شود. ها دخترم تو امروز اجازت نگرفته بودی؟ سر دکتر جیغ میزند زود رفته برمیگردم. دخترم به من گوش کن. در وقتی به خانه برگشتن از مغازه برنجی و شکر گیر. میلش من می آوردم مادر جان. تو هنوز صحت نشده ای. اپا در وقتی اومدنش میگیرد. تو بدن درو کنی زودتر. میلش خیر تو بستی. خیر باز اومدن بیناموس ها. حالا استید حاضر گرد نمیزنم لیکن وقتش آید هر دویتون رو باب بکنم. کویک بین سنم در بیمارخانه خوابیده است. میدونم خواب باشد خوابیدن گیرد. بیا رفتیم میگوین که احوالش خیلی بد. خدایا تو رو من در خانه کار دارم. چرا در اینجا ایستاده؟ به خانه درآیید. به بیمارخانه میرویم به نزد سنم. هارون بیا رویم. رفتیم پسرم. نمیرویم. گفته بودی که از اینجا به بیمارخانه میرویم. اینقدر زود قرارت رو عوض کردی. همین طور قرارت قطعی است. حیفی تو پسرم. خدایا دامادی من آمده است. بیا پسرم به خانه. بیا پسرکم به تو چای گرم تیار میکنم. سعید هم در خانه است. شرم نکن پسرم درو. حلیمه لبه حمزه چی شد؟ چی میشد حمزه؟ دامادم به خانه هم آمده است. مرحمت نگویم. درو پسرم به خانه درو. چی شد با ما؟ همه این برای چی شد؟ اگر آدمی را که حیاتی تو را سوزان میافتم، اگر همان شب به خانه باغدار نمی رفتی، اگر آن حادثه روی نمی داد، اینقدر بدبخت نمی شدی هیچگاه. این چگونه انسان است؟ چگونه انسان است که با تو چنین کرد؟ چقدر بدبخت هستی سنم، چقدر بدبختی. خدایا من چی ها میگویم؟ سنم و شما تشکر. با شما کی در کار؟ فیردوس. خدایا فیردوس تو هستی؟ با خدا نشناختم تو رو. البته اینقدر سال گذشت دیگر شده ای. خیلی عوض شده ای. خوش آمدی خوش آمدی. در کجا بودی؟ پسرم در کجاست؟ پسرت صبر کن تو رو به نزد اون میبرم. بیا 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 درو به خانه درو. بیا بیا.
گویا به فکرم در خانه فراموش کردم. داغم تو رو میشناخته باشد. وقتی که تو از اینجا رفتی وای تماما خردکک بود. حالا تو رو نمیشناسی. بیا بیا بیا. سنم خودت رو عذاب نده. عمر سرمه رو جنزم باید با گپ زنم. پیش از مردن باید گپ زنم. خوب مایلش وعده میدی؟ وعده دی. سنم خودت رو از دست میدی. سنم نگاه کن نبضت پس میشود. مایلش آروم شو. میارم سرمه رو میارم. دوانی من مادر دوغم این شمایید مادر جان. کلان شده ای پسرم. چشمانت اگر تو رو نشان نمیدادن از چشمانت میشناختم، چون که چشمانت زود آب میگرفت. مادر جان مادر پسرم آمدم پسرم. تو امروز کجا بودی؟ چرا من رو ترک کردید مادر؟ چرا من رو تنها گذاشتید مادر؟ پسرم آمدم دیگر از تو جدا نمیشم. مادر جان من بابولو برایم. شما مادر و پسر در اینجا نشسته و هم دیگر درد دل کنید. خیر مادر پسرکم دوغن بیچاره. مادر که در شب خوابم با گریه فریاد میکردم شما یگانه آرزوی عملی گشته ای من. دنیا را لعنت خواندنی بودم. یگانه صدای یگانه گرمی که میخواستم آمد. مادرم یک روز میآید من از هیجان میمیرم گفته بودم آمد. مادرم را که خیلی یاد کرده بودم آمد. در دنیا از همه صدای فاره هم صدای شماست. بهترین نکهت دنیا این شما هستید. مگر همینطور نیست مادر؟ منم پسرم. مادر چرا اینقدر دیر آمدید؟ پسرم پسر جونم. مادر میدانی من چقدر تو رو یاد کردم. 20 سال باز شب روز در یادم بودی. پدرت مرا از تو جدا کرد. بلا بر سرش آمد. پسرم چقدر من تو رو یاد کردم. مادر تو امروز کجا بودید؟ چرا مرا ترک کردید؟ چرا مرا تنها گذاشتید؟ پسرم اگر علاج می داشتم می آمده نتوانستم. از حبس هفته گذشته آزاد شدم. از حبس گفتید؟
سلاح برای چی؟ برای چی ما رو به اینجا آوردن؟ از کسی پنهان میشوید؟ داغن پلیس در همه جای تو رو میکوبد و فکر من باید زود تسلیم شوی. با گریختن خلاص نمییابی. چی؟ تو چی کار کردی پسرم؟ مادر دیشب یک نفر رو پروندم. سرما، من با مادرم از اینجا میروم. بعد از 20 سال او را پیدا کردم، اکنون جدا نمیشوم. هیچ کس مرا از او جدا کردن نمیتواند. هیچ کس. داغن اگر مادرت رو دوست داری تسلیم شو. راست بگوید پسرم. تسلیم شو. هیچگاه. داغن بس کن وگرنه مجبور میشم که گپ زنم. التماس مرا مجبور نکن. التماس. هیچ کس مرا از مادرم جدا کردن نمیتواند. هیچ کس. او را پیدا کردم. از جایت نجنب. داغن الو پلیس است. مایلش مهم نیست ببخشید خطا کردم. پسرم با گریختن نمی شود. یگان گناه کرده باشی جزایت رو میکشی. با شعبه پلیس میرویم پسرم. نه مادر، هیچ وقت. شما را پیدا کردم، دیگر گم کردن نمیخواهم. میفهمید مادر؟ اکای داغن جنایتکار رو یافتیم کمیسر. ایستو نگوریز داغن. ایستو میگم تو. همراه جبران او را در افغان گرفتن. تسلیم بکنید. داغن ایست تسلیم شم. نگوریز. آره با حال ما بذاره. داغن ایستو نگوریز. ایستو. عمر پسرم چرا این کارو کردید؟ از ما چرا پنهان میکنید؟ اگر خانه‌دار شدن میخواستید مگر ما زود میبرآمدیم؟ تو بر این داماد رو کی آرزو نمیکنه؟ فرض کردیم که گناه کردید. ما یگان گناه نکردیم янгаи صدیقه. نه من نه سنم یگان گناه نداریم. فرض کردیم که گناه کردید. با ما میگفتید، شما رو میفهمیدید. در اینجا چی سیری هست میتونید؟ گپ زن پسرم. همین خیلی حس میکنم که تو برای دخترم حیات خود رو سوزاندی. همین تفنی؟ پنهان نکن پسرم. گپ زن. تو آدمی هستی که خطا نمیکنی. گپ زن. اکنون کاری شده شد. ما قرارمان رو فکر کرده برآوردیم. خدا شفا دهد янгаи صدیقه. تشکر دخترم. عمر سرما جنزه باید با گپ زنم. پیش از مردن باید گپ زنم. سرما یک دم ایستو. سرما. عمر سنم در کجاست؟ احوالش چقدر است؟ از جراحی برآمد؟ عمر جراحتش خطرناک نیست؟ انتظارم که بیدار شود. در فکرم حالش نه اونقدر خوب است. در اینجا نیست. در اینجا هم نیست. آن طرف رو هم بینید.
زحمت رو بندیم. پسرم بیا دست کش، تسلیم شو. با فکرم تیر در درون است. با بیمار خونه رفتن اون رو برآوردن لازم. با تو یگون چیز شود من چی کار میکنم؟ پسرم بیا با بیمار خونه رویم. رفتیم. مادر برای چی تو امروز نامدی؟ برای چی؟ در حبس بودم، گفتم که چند سال در حبس خانه نشستم. چرا؟ وقتی که پدرت مرا از خانه پیش کرد به استانبول رفتم، من نزد خویش و تباره مرا زود با یک آدم خانه دار کرد. از رفتش بدبخت بودم که وی آدم هم مای می نوشیده است. قمار بازی میکرد، مرا خیلی عذاب داد، خیلی زد. یک روز مست کرد به دستم به من هجوم کرد. خودم رو محافظت کرده خواستم تیل دادم. کردی دستش برگشته به قلبش در آمد. نخواست گناهکاری مرگ شدم، به حبس شناده. در حبس دایم تو رو فکر میکردم. در زندگی هم یگانه هستی هم تو بودی، لیکن همین قدر دور بودی که حتی از من خبردار نبودی. در خوابهایم تو رو میدیدم، در عقل و هوشم فقط تو بودی. شب و روز فکر میکردم که به این محل آمده پسرم گفته تو رو با آغوش میگیرم. لیکن بدبختی همین است، من از حبس برآمدم، برای پسرم رو با آغوش گرفتن آمدم. پسرم یک نفر را کشته است، از پلیس میگریزد. من از حبس برآمدم، او به حبس میدراید. مادر به حبس نمیدرایم، از این جای ها میرویم، به یکان جای دور میرویم. هیچ کس ما رو نمییابد، هیچ کس ما رو جدا کرده نمیتواند. مادر جانم میلش واقعا تسلیم شو و بیرون برو. یگو اطراف پر از پلیس است. باز کن داغم. پسرم با پلیس آتش نکشو. مادر واقعا تسلیم شو. هیچ کجا نمیگریزی. تسلیم شو داغم. خودت باشه، نگریز. همشیره، من دخترم رو دیدم میتوانم. دخترم، سلام دخترم. بیا اینجا آرام شو. خدایا دخترم رو نجات ده. خلاص شده مادر، در اینجا هیچ کس ما رو نمییابد. همش خوب میشود مادر. پسرم. مادر جانم از به شما کمک میرسانم و بیمارخانه بردن میخواستم، لیکن بردن نمیتوانم. ما را میدارند، لیکن برای شما دکتر میارم. شما در اینجا انتظار شد میلش، من زود بیایم. نجات مییابید مادر، از این محله خلاص میشویم. دقیقاً پسرم. با صدا نبراری میکشم تو را. طرف نگاه کن. در اینجا نیست. بیا پلیس رفت.
او شما را ناراحت نکرد؟ سرتان را راست دارید بابا جان. ما با محله‌تان آمدیم. نگاه کنید چه خیلی که وصیت کرده بودید شما را آوردم و چه خیلی که میگویند با محله خوش آمدید. پدر باید به بیمارخانه رویم وگرنه عیب می شود. هیچ کس کاردار نشود. داغا تو چی کار کردی؟ هم سنم رو پرانده هم نرمین خانم رو. خس با این خیلی نشستن کار حل نمی شود. و کجا پدر؟ زن رو باید یابیم. باید این حجت ها رو امضا کند. امروز آخرین روز است. امضا نکند بای آدم به دیگر محله می رود. آخر داغن؟ او رو سر داده است. رفتیم بیا حیف و توشین دخترت را سویدی کرده نتوانستی. هم خودش را سوزاند و هم داغن رو. رو از اینجا دیگر کار نداری. ببخشید در آخر این محله یک جای درختزار بوده است. آنجا کجاست؟ من نمیدانم. وای ببخشید با طرف برآمد محله روید. در آنجا با شما کمک میکنم. تشکر. سلامت باشید. ببخشید اینجا از عدلی ها است؟ بله از اونها. اونها هم عدلی هستند. تشکر. سلامت باشید. شنیدید بابا جان؟ بینید بابا جان بازار مشهوری که به من نقل می‌کردید همین باشد. خیلی زیبا بوده است. محله شما را دوست داشتم. محله شما محله من است بابا جان. محله هفت بهار. هفت بهار. اکنون وقتی هفت بهار را به زمستان تبدیل دادن آمد. همین طور نه بابا جان؟ چی گفتید؟ فهمیدم. همه گفته هایتان در یادم است. آدمی که مرا میکوبد در اینجا یک مرد بود. گفت که شما را جیغ زنم. خیلی بیمار بوده است. آخر در همینجا بود. خانم سرمه را جیغ زن گفت. خیلی مهم گفت. مایلش فهمیدم. صدایت را نبرار سرمه. داغن مادرم زخمی شده است. باید او را نجادی. مادر در کجاست؟ آمدم که تو را به نزد او من برم. نمیتوانم در بیمارخانه تبابت کنم. به بیمارخانه آمدن نمیتواند. تو با نزد او میروی. زود باش. شین به ماشین. شین زودتر. شین زودتر. خدایا پسرم رو نجادی. من بی او چی کار میکنم؟ چند سال من او را دیدن میخواستم. شکر نصیبم کردی. اکنون او را در پناهت نگه دار. درو احوالش چه است؟ خوب می شود؟ باید او رو زود به بیمارخانه بریم. نه در اینجا تبابت میکنی. مادرم را تبابت کن. کودک نشو داغن. در کتف مادرت تیر است. آن رو برآوردن لازم. آن رو تنها در بیمارخانه برآورده می شود. غیر از این من جراح نیستم. عمر جراح است. او تیر رو برآورده می تواند. آخر من همراهم حتی اسباب جراحی ندارم. اجازه ده مادرت رو نجادی هم. تو به کجایی که میخواهی رفتم گیر. داغن حال تو هم بد است داغن. مادرم رو یافتم.
از او جدا نمیشوم. عمر را به اینجا جغزن. تشکر. مرحمت. سرما؟ مایلش. حاضر اسباب پایم رو گرفته زود می آیم. فهمیدم. با هیچ کس نمیگویم. همه‌اش خوب می شود. تشکر. باشیم ناومد. عمر با کجا می روی؟ عمر زود برمیگردم. الو ینگه جان احوال سلام چخیر؟ دخترم انتظار هستیم. خدا بزرگ است ینگه جان. انشاءالله نجات می‌یابد. به فکرم بچه ها از مکتب اومدند. مایلش دخترم. مایلش ینگه جان. شما آرام شوید. امیدمان از خدا کنده نمی شود. آمدم. نرگس؟ بابای چی شد؟ از بابایم خفه شده است. از بابایم؟ چون که بابایم به نزد همه سنم نرفتند. چرا بابایم اینقدر سنگدلند؟ به خانه درو پسرم. زنی بی عقل. اینقدر پول رو دیده از اون داد کشید. الو آقای خورشید سلام. وای زن امضا نمی کند. خیلی حرکت کردم لیکن زن عقل ندارد. لیکن من برای شما یک زمینی دیگر میابم از اون خوبترش را. یه تلفنش رو خاموش کرد. دوغان حالا ایست من بر تو نشان میدیم. بیاد با بیمار خونه رویم. آخر اونجا سنم. فکرت با تو چند بار گویم این طور باشد من روم. راگرد به خانه میرویم. رفتیم عصبی هستم مرا دیوانه نکن. زودتر عمر زودتر. بیمار کجاست؟ با این سو گذر. غم نخورید همش خوب میشه. صحت میشوید. مادر داغان میدونی هم خودت رو سوزاندی و هم سنم رو. هم مادرت رو که بعد از چند سال به دیدنت اومده. نصیحتت رو به خودت گذار بیدار. زود مادرم رو تبابت کن. ینگه فردوس من عمر. وقتی که شما رفتید من کودک خوردک بودم. در یاد نداری لیکن من آن شما رو بسیار خوردم. تیر خیلی چخور رفته است. با این اسباب ها برآورده نمی شود. او رو باید جراحی کنیم. نباشد مادر را از دست میدی. داغم دیگر چاره نداری. تسلیم شو به خاطر مادرم. هرگز دیگر چاره نداری داغم. دیگر چاره نداری. مایلش این خیل باشد تو مادرم را با ماشینت به بیمارخانه ببر. اینجا بیا. سرما با من میموند. مادرم را صحت کن. باز به پلیس خبر نرسانی. فهمیدی؟ خدایا داغم تو دیوانه شده ای. بیتار تکرار میکنم با مادرم یک جای از این محله میرویم. سرما را گرو میگیرم. باز به پلیس خبر نرسانی. فهمیدی؟ داغم به عقلی نکن. تو خاموش شو. زود مادرم را ببر. آهسته ینگه فردوس آهسته. میرویم.
تو سرده. راحت بخوابید بابا جان. خستتان را میگیرم. امروز همه کارها برعکس شد. در این کار چی بدبختی است؟ بدبختی. هاشیم گوش کن دخترمان چی میگوید. چی میگوید صدیقه؟ چی میگوید؟ دخترمان الکای پدر میگوید هاشیم. به من مانند است، به من. چشمانش به من مانند است دیدی؟ کنی بیا دخترم. خدایا چقدر زیبا بوده است. دختری پدرش است کو. اشیاتون باز نافتونی. کی من مگر او رو میافتمم؟ همین خیلی دارم که آخر او دختری یگانه من است. یگانه. کنی بار پدر گوی. پدر دختری پدرش. وای هنوز کودک است. کلان شود بعد پدر میگوید. دختران رو بیشتر پدرانشان دوست میدارند. کلان شود فقط پدر میگوید. ته کرده است. میگویند که برکت میارد. دختری جانم. صدیقه و تو چی شد هاشیم؟ پدران از همه بیشتر دخترانشان را دوست میدارند. همین طور نه؟ این خیلی میگویند هاشیم. بابا شما رو با جای آوردم که حسرت میکشیدید. یعقوب پسرم تو هم میرفتی. از پس کارهایت میشدی. این چه خیل میشود؟ آخر سنم هم دختری تقویم است و هم همکارم. همشیره چی شد با دخترم؟ دخترم در دمی مرگ است. در اینجا نه پدرش است نه برادرش. هاشیم.
زود به حجره جراحی برید. عمر پسرم بسنم چی شد کنی مایلش میبینم. خبر گیر. من حاضر میآیم. احوالش چی خیل است؟ زدن قلبش بهتر شد. مایلش در نظرش باشه. خوب شد است آقای دکتر. عمر دخترم رو نجاته. خانم به اینجا در آمدن ممکن نیست. ایتیموس برید. مرو به کجا میبری دوغن مرو سرده دوغن. فکر کردی که جزای توی عمر رو نداده از محله میروم؟ عمر با سنم خاندار شد، لیکن تا حال او را دوست میداری، وی هم تو را دوست میدارد. من هم تو را دوست میدارم. تا این مسئله حل نشود در این دنیا من راحت نمیشم. عمر بیماری رو که آوردی کی بود؟ مادری داغن. مادری داغن گفتی؟ همین سحر اومد. وقتی که او را داغن به خانه میبرد تیری پلیس به او رسیده است. خدا را شکر که زنده موند. احوالش خوب است. به خویش تبار خبر دهید. از او با خبر باشید. خبر میدهم. سرمه را باید به نزد سنم برم. داغن؟ چه شد بیتار؟ حال مادرت خوب است. تیر رو برآوردیم. او به خود آمد. خواطر نشو. تشکر بیتار. این خوبیت را هیچگاه فراموش نمی کنم. اکنون سرمه را آزاد کن. او در اینجا لازم است. مصلحتمون خیلی بود بیتار. تو میایی تو. بیا و سرمه را گرفته رو. کجا هستی داغن؟ در کجایم؟ بالای تپه بیتار. بالای تپه. خوب فهمیدم. حاضر می آیم. باز یگان به عقلی نکنی داغن. بله خانم دکتر. مرحمت. التماس. ایستا داغن صبر کن. سرده. با شما کمی کار دارم. من بعد اومدم قهوه تیار کردم. قهوه خیلی خوب. قهوه عالی. کنی نوشی جان. من تیار میکردم. خدایا دخترم تو چی گفته ایستی شین؟ تو از بری نامزدت جدا نشو. پسرم باز چی میخوایی بگویی میارم. مادر جان شما جدی میگویید؟ چی گفته ایستاده ای دخترم؟ مگر من شوخی میکنم؟ آخر شما هارون را دوست نمیداشتید؟ من؟ کی گفت؟ به خدا که از کودکیش هارون را خیلی دوست میدارم. شینید من نکشویم. مادرم را نفهمیدم هارون. من هم رو نفهمیدم. مادرت آمده است. تو با او میروی هارون جان؟ عیب است پسرم عیب. آدمان جان میدهند و تو باشی در اینجا. چرا این خیل میگوی هوریه؟ ما به نزد بیناموس ها و به اخلاق ها نمیرویم. ما شرف ناموس داریم. تو هم همین خیل فکر میکنی پسرم؟ البته همین خیل فکر میکند. گپ زن پسرم نترس. من در همینجا هستم. وای دیدی؟ حیفی تو. مادر جان خدایا صبر هارون کنید. جانم مان فکر نکن. بیا به اینجا نشین. حاضر به تو باز یک قهوه تیار میکنم. حاضر پسرکم حاضر. به مکانم خوش آمدی. این جای من است. این درخت هم از من. میدونی از کودکیم به اینجا می آیم. مرا نه تو نه سنم نه پدرم هیچ کس نفهمید. مرا تنها این درخت میفهمد. فهمیدی؟
مرا سرده. التماس سرده. خاموش. تو چی شد هاشیم؟ پدران از همه بیشتر دخترانشان را دوست می‌دارند. همین طوره؟ خیلی می‌گویم هاشیم. برای لایق تو شدن خیلی کوشیدم سرمه، لیکن مرا نفهمیدی. مرا دوست نداشتی، به من نفرت کردی. الان تو کی هستی دوغن؟ یک بیچاره‌ای که مجبور میکند که یارو دوست دارم. یعنی همین خیل. به فکری تو من مجبور میکنم همینطور؟ در این دنیا یگانه آدمی درست برای تو عمر هست همین خیل؟ عمر مایلش حاضر آدمی درستی تو می آید. شاه پسر با اسبی سفید می آید که شاه دختر را ببرد. سنم عدلی در کجا خوب است همشیره؟ در زیر نظارت است، در اومدن ممکن نیست. وای من پدری او هستم. بدتر شاید، لیکن حاضر ممکن نیست. فهمیدم. مادری سنم در کجاست؟ اون کس با استادی و خوب در دیگر حجره در نزد بیمار. انا در اینجا. تشکر. فردوس؟ ینگه فردوس آمده است؟ فردوس، چرا آمدنت رو خبر ندادی؟ یک بلا در سرمان دار میزند. جانی تو هم سوخت. از من اکنون چی میشود نمیدانم. الو آقای خورشید، سلام. لبی تماما دیگر زمین با کی تعلق دارد؟ شما غم نخورید آقای خورشید، من با او گپ میزنم. پگاه حجت ها در دستتون میشود. در این محله هیچ کس مرا رنجانده نمیتواند. شما پول را گپ زنید آقای خورشید، پول را و من چند فایز میدید؟ من حقم را باید نقض گیرم. یگان دکانی خوردکک شدنیم. محترم آقای بیتار، آفرین. نترسیدی آمدی. آدمی درست آمد. او را کمی عذاب دهیم. چی گفتی سرمن؟ مادر در بیمارخانه است، احوالش خیلی خوب است. من به قولم ایستادم. تو هم به وعده‌ات وفا کن، سرما را آزاد کن. مایلش قول است. بیتار، تو برای سرما کی میشوی؟ سرما با تو کی میشود؟ بگو سرما را میخوای بیتار؟ تو چی میگویی سرما؟ آدمی که با تو خیانت کرد با او رفتن میخوایی؟ گپ زن. کسی که تو را دیوانوار دوست میدارد یعنی با من ماندن میخوایی؟ یا با کسی که با تو دروغ گفت یعنی با شوهر سنم رفتن میخوایی؟ جواب ده. لعنتی تو چی برتریه داری؟ با دختر از همه خیانت کلان رو کردی. او باز تو رو انتخاب میکند. حیف. چی کار کنم؟ دیگر علاج نماند. پیش سرمه قوه آزمایی میکنیم. غالب سرمه را گرفته میرود. راضی بیتار؟ مرحمت اکنون در آمده میتوانید، لیکن زیاد نیستید. تشکر دخترم. دخترم سنم جان،
سنم جونی من ماما حاضر می آید دخترم. مادر التماس عمر رو دارم جونه من یکون گناه ندارم. سنم به شما یک چیز گفتم میخوام. من دخترم سنم دخترم همشیره زودتر همشیره زودتر دخترم میمیره. چی شد؟ التجا میکنه. التماس برای التماس برای آقای عمر به تلفن جواب نمیدهد. خانم سرما چی؟ او هم جواب نمیدهد. آقای علی رو خبر میکنم. زودتر دوغن بس کن. دوغن مردی تو همین است. همه وقت خطا کردی، باز اشتباه میکنی. برای همین سرما و سنم تو را دوست نداشتم. دوغن التماس بس کن. از هوش رفت. خونش بسیار رفته است. باید به بیمارخانه بریم. دخترم عمر در کجا میگردی؟ سنم آمدم. نگاه کن در این جایی. عمر سرما آمد. سرما رو ببخش. عمر با او چی شد؟ چی شد رو نجاده عمر؟ نبضش پس شد. خانم همشیره دارو رو تیار کنید. من زود گشته می آیم. فهمیدم آقای عمر. دخترم التماس به بیرون برایت خلال نرسانید. التماس خواهش میکنم. سرما ببخشید آقای عمر. برای حیاتم رو نجات دادن تشکر میگویم. تشکر. سرما گوش کن عمر. آقای عمر با فکرم به سنم خونه دو شده فهمیدی که خطا کردی. اکنون همش گذشت عمر. تو انتخابت رو کردی. من هم به تقدیرم تن دادم. اکنون این رو همین خیل باید قبول کنیم. هم تو و هم من. سببش رو نمیپرسم. اکنون فهمیدن هم نمیخواهم. اکنون کاری شده شد. تو برای خودت، من برای خودم. تقدیر ما همین بوده است. التماس مرا دیگر عذاب نده. مرا راحت گذار. من آیله رو ویران کردن نمیخواهم. نکاح کار شوخی نیست عمر. این رو باید تو از من بهتر دانی. باید پیش از خانه دار شدن فکر میکردی. چی سیری که داری اکنون در بینتون ماند. مرا راحت گذارید.
پسرکم لوغان مادر جان این خیلی بهتر است پسرم. با گریختن با هیچ کجا نمی روی. من تو رو انتظار می شدم. بازه خون بی عقلی نکنی. التماس به خاطر من. ما هم بیدار شدیم تو رو انتظار بودیم دوغان. دکتر جواب داده میتونم گفت. بیا رفتیم. اجازه بدید آقای پلیس. مادر بویتون رو همین خطر یاد کردم. کاش که هیچ وقت بویتون رو گم نکنم. من رو اگر آدم کنن بوی شما آدم میکنن. مادر جان انتظار شوید مادر، انتظار شوید. انتظار میشوم. انتظار میشوم. بیا رفتیم دوغان. انتظار شوید مادر جان. انتظار راه گرد. رفتیم. از من خلاص یافتید. شما را تبریک میکنم.